از اینکه در روز 5 مرداد ماه امسال نیز مانند سالهای پیش در کشورهای مختلف برای بزرگداشت خاطره اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی، پادشاهی که خدماتش برای پیشرفت ایران و ایرانیان فراموش نشدنی است گرد آمده اید، یا در درون خانواده ها در داخل و خارج ایران از او یاد کرده اید و نیز از تمام کسانی که در این 31 سال پر درد و غم گذشته در کنار خانواده ما بوده اید، از صمیم قلب سپاسگزارم. میدانم روزی که تاریخ سالهای پادشاهی او را بی حب و بغض بررسی کند در این دنیا نخواهم بود، ولی خوشوقتم که همکنون شاهد داوری صحیح هممیهنانم درباره دوران پادشاهی او هستم. میبینم عده زیادی از جوانانی که پس از درگذشت شاهنشاه فقید به دنیا آمده اند یا در آن زمان کودکی بیش نبوده اند، امروز با وجود تمام دروغ‌هایی که حاکمان امروزی ایران درباره دوران پیش از انقلاب اسلامی میگویند، به خوبی دریافتند که زندگی ایرانیان و موقعیت ایران در منطقه چه بوده است و امروز چگونه است. حتی میشنوم که بعضی از افراد که در هیئت حاکمه امروزی ایران مسئولیت‌هایی به عهده دارند، حتی در میان روحانیون در مواقعی که جرأت سخن گفتن دارند میگویند اگر این انقلاب روی نداده بود امروز به این وضع غم‌انگیز دچار نشده بودیم. گفته بودم و بار دیگر تکرار میکنم که به یقین پروردگار او را دوست می داشت که نگذاشت وی شاهد تیر روزی هموطنانش و سقوط ایران در وضع غم‌انگیزی امروزیش باشد. او چگونه می توانست شاهد مرگ لیلای نازنینش باشد و نیز چگونه می توانست شاهد مرگ علیرضای عزیزش باشد که زندگی خود را وقف مطالعه فرهنگ باستانی ایران کرد و ایران را به مانند پدرش صمیمانه دوست می داشت. می خواهم بداند که فرزند برومندش رضا نیز در تمام این سالها زندگیش را وقف میهنش کرده و با وجود تمام مشکلات و گرفتاری ها همراه هممیهنان ایران دوست داخل و خارج در راه آزادی ایران زمین مبارزه می کند. من چه بگویم موقعی که می بینم بر مادران و پدران و خانواده های داغدار در ایران چه می گذرد؟ چه بگویم که می شنوم بر زندانیان و شکنجه شدگان در زندانها چه می گذرد؟ چه بگویم که بر زنان آزاده چه می گذرد؟ چه بگویم که بر خانواده هایی که در فقر و تند دستی به سر می برند چه می گذرد؟ چه بگویم که بر کارگران ایران چه می گذرد؟ چه بگویم از آنچه بر جوانان ایران می گذرد؟ ولی اطمینان دارم که در این سالهای تیره و تار که بر میهن عزیز ما می گذرد سرانجام نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران بار دیگر سمندروار از خاکستر خود برخواهد خاست. از تمام نامه ها و پیام های الکترونیکی محبت آمیز شما عزیزان که از داخل و خارج کشور به دستم رسیده است از صمیم قلب تشکر می کنم. خداوند نگهدار ایران باد.
امیدوارم در روزهای خطیری که در پیش داریم خداوند متعال ما را مورد عنایت و لطف خود قرار داده و همواره مؤید و حافظ ملک و ملت ایران باشد.